امروز در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، در سرزمینی که ما زندگی میکنیم، مسجد درست میکنیم، مدرسه درست میکنیم، بنیادهای خیریه داریم، حلقه های درس داریم، ترجمه های قرآن داریم، دور حدیث فارغ میدیم، شیخ الحدیث فارغ میدیم، ولی این در حالی است که فرزندان فلسطین تکه تکه و ریزه ریزه می شود. تکبیر. الله اکبر. این در حالتی است که دست پای طفلکان 4 ساله قطع میشه و بدون دست پای. این در حالی است که زنان فلسطینی و دختران فلسطین، پیرمردان فلسطین و جوانان فلسطین، کسانی که میگن لا اله الا الله محمد رسول الله، در زیر آواره گیر کردن و کسی نیست که اونها را از زیر آواره بیرون بکنه. چه گمان میکنی این درس تو و این خطبه تو و این مسجد تو چقدر در نزد الله ارزش داشته باشه؟ امروز حکومت غاصب اسرائیل، یهودی که لا عهد لهم ولا ایمان لهم، نه عهدی دارن، نه قسمی دارن، نه بر شما رحمی دارد. یک مشت اراذلی که الله رب العالمین آبا و اجداد اونها را بوزنه و خوب درست کرده، امروز مسلمان ها و برادران ما را قتل عام میکنه. امروز از یک خانواده 8 نفری یک طفل باقی مانده، اونم دست پا نداره. هر لحظه و هر ساعت مایی که در هراتیم و کمک به اونها جمع میکنیم زنگ میزنن، زنان زنگ میزنن، من صحبت اونها را دارم، گریه میکنن، مردها گریه میکنن، تصویر طفلکان خود را میفرستن که سوی تغذیه شدن، چیزی برای خوردن ندارن، حتی علف وجود نداره که بخورن. دیشب زمانی که با یکی از اونها تماس گرفتم که ما میخواهیم به شما قربانی بگیریم، گفتن که در غزه گوسفندی، گاوی، شتری و هیچ مواشی وجود نداره، همه کشته شده و ماها میشود که ما گوش ندید. این در حالی است، این ذلت و خواری و این ظلم و ستم در حالی است که 57 حکومت اسلامی در دنیا وجود داره. این در حالی است که بزرگترین ارتش ها به دست مسلمان های، بزرگترین سلاح ها به دست مسلمان های، بزرگترین پولها و بزرگترین پالایشگاه های نفت به دست مسلمان های.